سرخط خبرها. واکنش امارت اسلامی به اظهارات دبیرکل سازمان ملل. ذبیح الله مجاهد تاکید کرد که این سازمان نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند و راه‌های جدید حل دشواری‌ها را از طریق مذاکرات و تفاهم حل کند. زیان سنگین اقتصادی پاکستان از بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی با افغانستان. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند خیبر پختونخوا در 7 ماه حدود 3.94 میلیارد روپیه زیان دیده است. کولای شي چې دوی هم مشکلات حل کړي. تصویب لایحه قطع کمک‌های بشری امریکا به افغانستان. امارت اسلامی میگوید قطع کمک‌های بشری امریکا به حس بشر دوستانه آن کشور مربوط است. و تاکید ترامپ بر گفتگو با ایران. رئیس جمهور امریکا گفته عالی خواهد بود مجبور به استفاده از قدرت نظامی علیه ایران نشوند. آقای ترامپ دروغ گفتن بسیار ساده است.